بیادر اسم شما؟ یعقوب. ماشاءالله یعقوب، خیلی خوش آمدیم به برنامه. جزاک الله خیرا. صحیح شد. شما قراره که استاد معلومات دادن پیشتر، شما در این مدرسه درباره عقیده توحید و الوهیت و حقیقت اسلام در اینجا تعلیم میگیرین، یاد میگیرین. سوال اول به شما مراجعه میکنیم که ما را کی آفرید و کی صورت بخشید و کی قوت داد که در دنیا من حیث یک هستی زندگی کنیم، فرزندای اسلام باشیم و به اسلام اینطوری خدمت کنیم؟ ما را کی قدرت داد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله ما را آفرید، الله را بشناسیم و ما خدا ما را بشناسیم و از چی پیدا شدیم بشناسیم. انسان را که آفرید و صورت بخشید، انسان را الله آفرید و صورت بخشید. حجت: ولقد خلقناکم ثم صورناکم. به درستی ما شما را آفریدیم و شما را صورت بخشیدیم. حجت: هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. و یعنی که خلق کرد شما را از خاک و سپس از نطفه. آدم علیه السلام را از خاک آفرید و ما را از نطفه آفرید. از خاک. و حجت: اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشر من طین. و پروردگارتان برای ملائکه ها گفت من هر آینه آفرینندم آدمی را از خاک. دومی: خلق الانسان من صلصال کالفخار. خلق کردیم انسان را از گیل خشکیده مانند سفال. الله انسان را برای چی آفرید؟ الله انسان را برای عبادت آفرید. حجت: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و نه آفریدم جن و انسان را مگر برای عبادت خودم. عبادت چیست؟ زندگی انسان با کتاب الله با طریق رسول الله خالصانه برای الله عبادت است. با کتاب الله. به حجت: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب قرآن از جانب الله است، در این یگان شک و شبهه نیست، این راهنمای متقیان است. با طریق رسول الله. به حجت: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. آن چیزی که پیغمبر میدهد بگیرین و آن چیزی که پیغمبر منع کرده است باز ایستین. از الله بترسین، به درستی الله سخت عقوبت کننده است. خالصانه برای الله. به حجت: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و امر نشدن بندگان مگر این که الله را بپرستند خالصانه برای او دین است. ماشاءالله، جزاک الله خیرا. تکبیر. دولت الاسلام. دولت الاسلام. ماشاءالله، جزاک الله خیر. استاد محترم، شیوه تدریستان ماشاءالله بسیار عالی است و بسیار با شیوه عالی توحید بر ما شرح دادن. حال میریم سراغ بیادر دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت. اسم شما؟ طلحه. طلحه، ماشاءالله چند سال هستی؟ ای 10 گذشتگی. از 10 گذشتگی. ماشاءالله. سوالی جالبی را به تو متوجه میسازم. بزرگترین چیزی که الله ما را به او امر کرده چیست؟ توحید، یکتاپرستی. در این باره میتونی دلیل بیاری؟ بله. الله میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا اله الا انا فاعبدونی. نیست معبودی بر حق مگر من، فقط مرا بپرستید. حال سوال دیگری متوجه تو میسازم. توحید به چند قسم است؟ توحید 3 قسم است: توحید ربوبیت، الوهیت، اسماء و صفات. توحید ربوبیت یگانه دانستن الله در ربوبیت، مثال خالق، مالک، رازق، مرده کننده، زنده کننده، برف باران کننده و غیرها. توحید الوهیت یگانه دانستن الله در عبادت ها، مثال دعا، حج، روزه، جهاد، ذبح، نذر، توکل، شوق، حذر، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذه و غیرها. اسماء و صفات شرح بده. اسماء و صفات یگانه دانستن الله در اسماء و صفات که اون نامهای خودش بر خودش الهستی که مثل شیء نیست، مانند او کسی و چیزی و او السمیع البصیر و او شنوا و بینا است. طلحه جان، میشه به هر کدام یک مثال برای ما بیاری؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. همانا پروردگار شما الله است که آسمان‌های و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش چنانه که خود می‌داند قرار گرفت. شب را و روز را و شب می‌پوشاند. خورشید، ماه و ستارگان را آفرید که رام شده فرمان اویند. بدانید که خلق و مصرف از آن اوست. با برکت است که الله پروردگار جهانیان است. ماشاءالله. درباره الوهیت یگان مثال بده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بگو نماز و نیایش و زندگانی و مرگ من برای الله است که پروردگار جهانیان است.
درباره اسما و صفات مثال بده. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نامهای الله زیباست، به نامهای الله دعا کنید. مثال اگر قرضت باشه اگر میگی ای الله تو غنی هستی، من قرضم خودت برابر کن. اگر تو نفهمیدی باشی، اگر میفهمیدی باشی، میگی که الله علیم، اینه به من فهمون، خودت دانا هستی. ماشاءالله، جزاک الله خیرا. طلحه بیادر با وجودی که سنی کوچکی داره درباره توحید معلومات کامل داره و برای هر کدام مثال های زنده است آیات قرآن کریم آورد. این البته با برکت خلافت اسلامی است که نصیب فرزندای ما مسلمان ها شده. به هر صورت دولت الاسلام باقیه. دولت الاسلام دولت الاسلام. حال میریم سراغ بیادر دیگر، از ایشان سوالاتی را میپرسیم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. اسم شما؟ سلمان. سلمان چند سال هستی؟ 11. سلمان آماده هستی که ما بعضی سوالا را بتم جواب بده؟ بله انشاءالله. سوال از این قرار است که اولین چیزی که الله متعال برای ابن آدم یعنی برای اولاد آدم فرض کرده چیست؟ کفر به طاغوت، ایمان آوردن به الله. دلیل میشه در باره بیاری؟ بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس کسی که کفر می‌ورزد به طاغوت و ایمان میارد به الله جل جلاله. ماشاءالله. در این آیت کفر به طاغوت آمده. ما چطور میتونیم به طاغوت کفر ورزیم؟ یعنی چگونه کفر بورزیم باید به طاغوت؟ آنها را عقیده هاشون را باطل میدانیم و ترک مینماییم، آنها را نفرت میکنیم و آنها کفر میورزیم، آنها را کافر میدانیم، با آنها دشمنی را آشکار میکنیم، به یاد الله آنها را بند میبینیم. حال جز اولش گفتی به طاغوت چگونه کفر میشه، ای را گفتی. جز دومش ایمان به الله است، پیشترم خودت اشاره کردی. میشه نحوه ایمان به الله چگونه است، ای را بگویی؟ ایمان آوردن به الله که او یکتا است، هیچ شریکی ندارد و همه عبادت ها خاص برای او است. ما یکتا پرستیم، یکتا پرستان را دوست میدانیم و به مشرکان را بند ببینیم، با آنها دشمنی را آشکار میکنیم. این است ملت ابراهیم است که الله ما را به این امر کرده است. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. و تحقیق عبرت نیکو بر شما در ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بودند. به قومشان گفتند ما از شما دور هستیم، آن چیزی که شما میپرستید بغیر الله ما به شما کفر ورزیدیم و بین ما و بین شما بغض کینه شروع شد ابدا تا وقتا که ایمان میارید به الله یکتا. برای همین هم ما تا روزی که کفر طاغوت دنیا با این کفر خود باقی هستند ما با اینها جنگ داریم. ما فرزندان خلافت تا روزی که اینها حق را قبول نکنند ما با اینها شمشیر حق را تیز کرده است. خب شنوندگان محترم، شما صحبت ها و سخنرانی های یک تعداد از گلهای خراسان شنیدین که با برنامه گلهای خراسان شرکت کرده بودند.